مفلس حقیقی کسی که در روزی ورشکسته می شود که نه دوست، نه پول، نه پارتی، نه پدر، نه مادر، غمخوارترین فردم نمیتونه ازت حمایت بکند و به دادت برسد. اون روزی است که همه از هم فرار میکنند. ورشکسته حقیقی کسی است که در روز قیامت میاد، نماز، روزه، زکات همه تر پروندش هست، ثواب نماز دارد، ثواب روزه داره، ثواب زکات داره و اعمال دیگر. اما در پیشگاه احکم الحاکمین وقتی می ایستد بدهکار است، بدهکار بندگان خدا. یکی میاد میگه پروردگارا همین بنده ات، من ازش طلب دارم، به من دشنام میداد. یکی میاد میگه به من تهمت زده بود. یکی میاد میگه مالم خورده بود. یکی میاد میگه نمیدونم ریخته بود، زیر گوشم زده بود، بهم کتک زده بود. میان طلبکارا، پروردگار دستور میدهد به مأمورینش و فرشتگان که بگیرید از ثوابهای او، بر میدارن میدن به طلبکار.